امام زمان قاتل و آدمکش. وقتی امام زمان میاد دستور اجرا میشه، داره امام زمان از قاتلین اونقدر میکشه که یکی صدا میزنه، روایت ها نمیدونم شنیدید یا نه، یکی صدا میزنه آقا چقدر میکشی؟ حضرت نمیدونم از کجا دارن دیگه اینا، عنده مواریث الانبیا، هرچی از گذشته ها بوده پیش امام زمانه، در میاره کفش خونی امام حسینو، میفرماد هرچی بکشم به اندازه خونی که رو این نعل نشسته نمیشه. هر کی به افعال باباهاش راضی بوده به خون امام زمان، به شمشیر امام زمان خونش رو زمین میریزه. تو بعضی از روایتش داره نه به این خون، به اندازه این کفش نمیشه. امامان اهل بیت همیشه از اصحاب خود شکایت داشتند و حتی آنان را مورد لعنت قرار داده و از آنان بیزاری جستند، چرا که اصحابشان آنان را مورد آزار قرار داده و به ایشان بدی و خیانت می‌کردند، حال آنکه اظهار می‌داشتند که شیعه آنان هستند. علی رضی الله عنه از ایشان چنین شکایت می‌کند: آنان در سخن و کردار خود وفا و پیمانی ندارند و در اختلاف و تفرقه هستند. به ما میگویند قلوبشان با ماست، اما شمشیرهایشان علیه ما کشیده شده است. این حال یاران علی رضی الله عنه در زمانشان بود و به سبب لعن ایشان سلسله پیمان شکنی و خیانت در میان آخوندان شیعه نه تنها تا به امروز بلکه تا روز قیامت نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین هنگامی که امام زمانشان می آید شروع به کشتن علما و آخوندان شیعه می کند و انتقام جدش را از ایشان می گیرد. بشنوید که آیت الله مجتهدی تهرانی پرده از این حقیقت برداشته و می گوید امام زمان اینقدر از آخوندها می کشد که نهر خون جاری می شود. اینجا میشه، اما انشاءالله قبل از اینکه آخوندان اینجا گرواتی بشن حضرت مهدی علیه السلام انشاءالله تشریف ریشه همه‌شون رو میزنه. اینقدر میکشه از آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره حضرت مهدی علیه السلام تشریف داره، اینقدر از ماها میکشه شما که دیگه حساب نداره آخونده اینقدر میکشه تا خون جاری میشه. روایت داره از بچگی ما این عوارضام شنیده نشدید؟ این پیرمرده یادش حرفای من، چون اینا قدیمی هن، اینا که من بگم از واعظای قدیم شنیدن روایت خودم هم دیدم که اینقدر نهر خون جاری میشه. حق آسیاب میگرده از خود علما. آها باشد. باید دانست که چرا امام زمان شیعه علما و آخوندهای این مذهب را از دم تیغ شمشیرش میگذراند. امام جعفر صادق رحمه الله سبب این کشتار را بیان کرده و میفرماید: ما انزل الله سبحانه آیة فی المنافقین الا وهی فی من ینتحل التشیع. الله پاک هیچ آیه‌ای درباره منافقین نازل نفرموده است مگر آنکه بر پیروان تشیع تطبیق می‌خورد. در روایت دیگری می‌فرماید: لو قام قائمنا بدأ بکذابی شیعتنا فقتلهم. هرگاه قائم ما ظهور کند از دروغگویان شیعه ما شروع کرده آنها را به قتل می‌رساند.